سلام. من سارا گرو از وزارت امور خارجه آمریکا هستم. میخوام درباره اطلاعات جدید برنامه قرعه کشی ویزا یعنی لاتری باتون صحبت کنم. امیدوارم که این برنامه جواب سوالهای شما رو بده و به درخواست ویزای قرعه کشی شما کمک کنه. احتمالاً شما هم در اینترنت دیدید یا از دیگران شنیدید که بعضیا میگن که میتونن به درخواست شما برای قرعه کشی ویزا کمک کنن. شما نیازی به این سایت ها ندارید. شما اصلاً نباید به کسی پول بدید یا حتی وکیل بگیرید. قرعه کشی ویزا رایگانه. اصلاً هزینه‌ای نداره. ما به شما اطلاعات صحیح و درست رو میدیم و بهتون نشون میدیم که از کجا و چطور اطلاعات بیشتری بگیرید. شما همیشه میتونید به سایت ما مراجعه کنید و اطلاعات درست و بروز در مورد لاتری یا هر مورد ویزا رو بگیرید. این آدرس وبسایت ماست: travel.state.gov. همچنین میتونید از وبسایت سفارت مجازی ایران اطلاعات بگیرید. ثبت نام قرعه کشی ویزای امسال یعنی سال 2015 برای اولین بار از طریق اینترنت انجام میشه. دیگه نیازی به پر کردن فرم کاغذی و پست کردن اون نیست. سال 2015 تنها فرم های الکترونیکی قابل قبوله. شما باید فرم DS 260 که در وبسایت ما siac.state.gov هست رو پر کنید و برای ما بفرستید. همه اعضای خانواده کسی که برنده لاتری شده باید فرمای درخواست ویزا رو پر کنه و از طریق اینترنت برای ما بفرسته. امسال تنها راه درخواست برای ویزای لاتری این فرم DS 260 است. فرم های کاغذی رو دیگه قبول نمی کنیم. شما باید فرم رو به زبان به حروف انگلیسی پر کنید. تأکید می کنم زبان فارسی قابل قبول نیست مگه اینکه از شما یک چیز دیگه درخواست شده باشه. فرم هایی که به زبان دیگه پر شوند رد خواهند شد. شما خودتون میتونید این فرم ها رو پر کنید. پس بذارید دوباره تکرار کنم. نیازی به وکیل یا کمک از کسی دیگه ندارید. باید این فرم رو برای هر عضو خانواده‌تون پر کنید و مراقب باشید اطلاعاتی که رو فرم می نویسید باید درست باشه. اسمها رو همون جوری که در پاسپورتتون نوشته شده بنویسید. مواظب باشید برای حرف O از صفر استفاده نکنید چون که براتون کامپیوتر مشکل پیش میاره. چیزی مهم دیگه که باید بدونید اینه که قانون مربوط به اعتبار معاینه پزشکی تغییر کرده و این هم بر روی اعتبار ویزاهای مهاجرتی از جمله ویزاهای لاتری تأثیر میذاره. از این پس اعتبار معاینه پزشکی حد اکثر 6 ماهه ولی بعضی وقتها میتونه کمتر هم باشه. اگه اعتبار معاینه پزشکی کسی قبل از اینکه ویزا صادر بشه تمام بشه، متقاضی و کل افراد خانوادهشون باید دوباره معاینه پزشکی جدید بدن و به سفارت بفرستن. اعتبار ویزای شما به تاریخ معاینه پزشکی محدود میشه و باید قبل از انقضای معاینه پزشکی وارد آمریکا بشید. متاسفانه انجام معاینه پزشکی در ایران مورد قبول نیست. معاینه پزشکی باید در مراکز پزشکی که از طرف سفارت یا کنسولگری تعیین شده انجام بشه. میتونید لیست مراکز پزشکی رو در وبسایت سفارت‌های آمریکا پیدا کنید. کسانی که میخوان برای قرعه کشی ویزای سال آینده ثبت نام کنن بایستی از طریق اینترنت اطلاعات صحیح و کامل رو وارد کنن. مثلا
در سوال Foreign State of Chargeability حتما محل تولدتون رو بنویسید، نه محل اقامت یا هر چیز دیگه. باید اسامی همه افراد خانواده‌تون رو بنویسید، حتی اونایی که قصد سفر با شما رو ندارن. هر نوع اشتباه در موقع ثبت نام میتونه باعث رد شدن ویزای قرعه کشی شما بشه، حتی اگه شما برای این ویزا قبول بشید. مسئولیت هر اشتباه در فرم با شماست. هیچ کس از طرف ما در مراحل مختلف ثبت نام شما رو راهنمایی نمی‌کنه. بذارید دوباره تکرار کنم. شما میتونید تمام اطلاعات لازم برای تکمیل قرعه کشی را از طریق وبسایت سفارتخانه‌های ما در ابوظبی، آنکارا و ایروان به دست بیارید. همچنین میتونید به صفحه های فیسبوک USA در فارسی برید یا به سفارت مجازی تهران مراجعه کنید. برای همگی شما آرزوی موفقیت میکنم. پیروز و سربلند باشید.